بیا داشتیاب جیهاتون چطوره؟ جلوی حرم امام رضا هستم تو مشهد. رفتم تو باز براتون فیلم میگیرم. میخوام حرم رو بهتون نشون بدم صفا کنیم. شیعه اینجا ورودی حرمه، اونجا آدم رو میگردن. من شاید نتونم فیلم بگیرم باشه. امروز عید مبحثه، یکم شلوغه. وایسین. نه اینجا حیاتشه و من دیشبم اومدم. شبش خیلی قشنگه. اگه میخوایم بیاین شبش بیاین. شبش یعنی خیلی بهتره. نه اینجا ورودیشه و داخل حرم من اصلا نگران نباشین فیلم میگیرم براتون. اینا رو میبینیم بچه ها ستونا رو شماره دارن. مثلا برادران ستون 2، خواهران ستون 10. نمیدونم جریان چیه، فقط میدونم ستون روش نوشته برادران خواهران، شماره هم داره. و نگاه کن چقدر بزرگه اونجا، مردم اینا هست و اونجا دعا نوشته روی اون تابلو، ملت دارن میخوننش. اینجا هم یه پوله که از زیرش رد میشه، چیز خاصی نی، ولی در کل شبش خیلی قشنگه اینجا. و اینجا یک سری آدم ها هستن. من به هنگام ورودی نتونستم فیلم بگیرم چون میگردن آدم ها. و آره و جالبش اینه به چیزایی مثل چراغ قوه و اینجور چیزا گیر میدن، نباید وارد کنی. نه نگاه کنید ببر کل اونجا آب هست، آب چی میگن، آب تبرکه. بریم یه لیوان بزنیم. لیوان داره. این آبشان اتوماتیک، شیر و اینجور چیزا هم نمیخواد. شدی مهم نیست. خرابه چون نمیاد، آبش نمیاد. بگی زیرش باشه. خب زیرشه دیگه. آها اینجوریه. ممنون، مرسی. جاتون خالی چسبید. نه اینجا هست بازم از همون آبای تبرک. بعدش اینجا رو میبینین، اینجا به نوعی حیات خونه امام رضا محسوب میشه. بریم زیر همین پله که بهتون گفتم باز نشون بدم. و از اینجا یه سری آبا میباره. جالبش اینه که الان جمعیت رو میبینین، شما هر زمان 4 صبح که بیا اینجوری شلوغه. اصلا به زمان رفتی نداره، همیشه شلوغه اینجا. من برم اونور اینجا آب میپاشه. اینجا هم بچه‌ها داخل حیاط فرش پهن کردن، تمیزه. برای مثلا میشه اینجا هم نماز خوند، برای نماز خوندن، تلاوت قرآن و اینجور چیزا. و از سقف اینجا یک سری آب میچکه. و البته من الان مسافرت اومدم مشهد و الان چجوری بگم، مامان بابام رفتن هتل. من گفتم میتونم پیدا کنم بریم. الان مشکل دارم. من میتونم پیدا کنم، میتونم گلیمم از آب در بیارم، ولی به سختی. و اینجا ورودیه اینها، باید وارد بشیم. و یه چیز جالب بیاین الان بهتون میگم. بیا 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 شما بیا، همچنان با من بیا، دنبال من. نگاه این سبدهای سبز رو میبینین، اونجا هست اونجا هست. ملت نایلون با خودشون برمیدارن، کفششون رو میندازن تو نایلون میدن تو. خب بعد بیرون اومدن این نایلون رو میندازن اینجا. حالا مردم دوباره میان خم میشن، نه اونجوری نایلون برمیدارن دوباره کفششون رو میندازن توش. نگاه کن اینا، این ریختی خیلی شیک و مجلسی. الان من بعد چون باید کفشم در بیارم بندازم تو نایلون، باید ویدیو رو لحظه قطع کنم. اینا من کفشامو انداختم این تو. الان باید ببریم بدیم کفش داری. اینا
اینجا کفشداریه. اینجا گفت که قبول نمیکنه، باید بریم داخل کفشداری است اونجا بدیم نگه دارن. ما الان باید بدیم اونجا. اینا رسیدیم به اون کفشداری که گفت باید اینجا بدیم. بله اونو کفش منو گذاشت و خیلی ممنون مرسی. اینو بهم داد. الان من بیرون رفتنی اینو باید بدم کفشمو تحویل بگیرم. بچه ها لحظه مود داخل حرم، یعنی داخل آره دیگه حرم. نگاه کن چه بزرگه، چقدر شلوغه. و من یه بار گفتم بازم میگم شما هر وقت که بیاین اینجوری شلوغه. این لوسترا رو میبینی؟ یه لوستر از خیلی بزرگه اونها اونجاه. نه این سقف حرمه کلا. حالا یه چیز قشنگ‌تر هست. اینا اینجا ملت دارن قرآن گذاشتن و من بچه خیلی شلوغه شد نتونم فیلم بگیرم. البته شاید سقف حرم اونجا قرآن گذاشتن داخل قفس‌ها بر تلاوت. اینجا هم برای افرادی که نمیتونن زمین بشینن صندلی است. لوستر چه بزرگه. بچه آرزو دارم همتون یه بار بیاین چون خیلی جای قشنگیه. همه جا هم کتاب قرآن هست برای تلاوت کردن. الان میریم اون جایی که مردم پول میندازن و دست میزنن به اون قفس میمالن به صورتشون و دعا میکنن تا دعاشون مستجاب بشه و داستان ها. اونجا یه جا هست گوشی ها رو میزنن شارژ، برای شارژ کردن تلفن. میبینیم فکر همه جلان کردن. اینا باز اینجا کتاب هست قرآن، مردم میتونن بردارن و بخونن و اینا اینجا هست. بازم خیلی سقفش قشنگه، خیلی قشنگ. میدونین الان ما باید ورود کنیم. ما الان ورود کردیم. اینجا آینه کاری کردم فقط باید ببینین ها. یعنی یه چی میگم یه چی میشنفین. نگاه کنین. باید البته نزدیک ببینین، اینجوری فایده نداره. واسه من بپرسم زیارتگاه کجاه. پشیمون شدم خودم پیداش میکنم. پیدا کردم اینا. نگاه حرم مطهر. خواهرم باید از این ور برن، برادر داشیان از این ور. آینه کاری و خدایش خیلی خوشم اومد. نگاه کنید. فکر نکنم داخل فیلم خوب بیافته. شما باید ببینید. آجی اینجا خیلی بزرگه. کجا باید برم من؟ بچه ها اینجا یه قبری هست، من نمیدونم مال کیه. لطفا داخل کامنت ها بگین. اینا من نمیدونم اینجا مال کی رو اینجا دفن کردن. اگه میدونین داخل کامنت ها بهم بگین. بچه ها وارد شدیم اینجا. بیشتر مردم دارن قرآن میخونن. من زیاد نمیشه ازشون فیلم بگیرم. پیدا کردم. ایوا بسته است که نه اینجا نمیدونم چرا بستن. ایوا اینجا چه شلوغه. اینجا کسی بخواد پول بندازه 10-12 روز طول میکشه. امیدوارم صدام خوب افتاده باشه. واو بچه ها فکر نکنم بتونم اونجا رو بهتون نشون بدم چون نگاه کنید خیلی شلوغه. ولی سازه ها رو فیلم گرفتم. این مسیر رو ما اومدیم. الان باید برگردیم. من برم کفشم رو بگیرم بعد بریم دیگه. حاجی خدایش خیلی بزرگه. لوستر
لوستر رو نمیگم ولی لوستر هم بزرگه. اینجا رو میگم، اینجا خیلی بزرگه. بعد خیلی هم آدم هست و خیلی الان پاهم زور زور میکنه. تازه باید کلی تا هتل را برم، تازه باید هتل رو پیدا کنم. پشمام آجی، اونم چی با پای پیاده. عجب غلطی خوردم. ولی خب اومدیم خونه امام رضا رو دیدیم. بچه‌ها یه نکته، اونجایی که میرفتم پول مینداختم من واقعا نمیتونستم برم، چون اگه خودم میتونستم برم و پول بندازم و اگه من میرفتم شما چیزی نمیتونستیم ببینیم، چون خوب فیلم نمیافتاد و چون گوشی دستم بود نرفتم. همین دیگه. ولی خیلی سخت به اینجا خوشگله، خیلی دوست دارم. فکر کنم اون کفشداری که من باید برم کفشمو تحویل بگیرم پیدا کردم. همه جای مسجدن، از این سنگا هست، اونا اونورم هست، همه جا هست که نمازگزار راحت بتونه پیدا کنه و بگیره. فکر کنم کفشداریمون اینجاه. آره پیدا کردم بالاخره. خب تحویل گرفتیم و دیگه بریم. نیسان کجا اومد تو؟ آره دیگه همین. نگاه کن دوباره اونجا پر نایلون شد. الان منم کفشمو در بیارم نایلونشو میندازم همونجا. اینجا هم دارم فرش میندازن چون وقت نمازه. هر وقت نماز میشه فرشا رو پهن میکنن، نماز که تمام شد جمع میکنن، دوباره برمیدارن جمع میکنن. اینا بچه اینجا هم کلی شیره هست، فقط اینا هم نیستن، یه عالمه از این شیره هست برای وضو گرفتن. این آقا هم داره لیوان میذاره، همین آب تبرکی که گفتم. حاجی اینا یاد گرفتم، نگاه این اینجوری بگی نمیاد. خب این اینجا چشم داره، یعنی حسگر داره، باید یه جور بگیری ببینه اینا. خدایش خیلی میچسبه این. یه نه بذار یه دور بزنم کلن. بچه ها اینجا صبحش زیاد جالب نیست، شبش بیاین خیلی قشنگه. خیلی شلوغه، الان ظهر گرمه، آدم کم هست. و البته بگم امروز عید مبحث، امروز آدم خیلی زیاد هست، به همین سبب آره امروز شلوغ تر از روزهای دیگه است. من یه مشکل دیگه هم دارم، درسته کفشمو پیدا کردم ولی خروجی رو نمیتونم پیدا کنم. خدایش باید بزرگتر بیاین. الان من خودم به زور دارم پیدا میکنم، یکی رو همو میپرسم میام. آمبولانس برای چی اونجا هست؟ نگاه کنین اونا اونجا. موندم این ماشینا رو از کجا وارد فکر کنم از همین جای دیگه. اینا فهمیدم من جریان چیه. افراد سالمند و سالخورده که توانایی راه رفتن ندارن اینجا هست. این آقا رو هم میبینین، از اینجا رو آدم ها اینجا زیاده برای محافظت کردن و این داستان ها. هواپیما داره میره. اینا یه مشکل دیگر الان هست، من خروجی رو پیدا کردم. الان ببینم گوگل مپ بازار رضا رو، خب از بازار رضا میتونه هتل قطیف رو پیدا کنه که من برم پیش بابام اینا یا نه. خدا کنه بشه واقعا، یعنی گیر افتادم الان من. نه اینجا هم ملت رو میگردم بعد وارد میکنن. حاجی قبلا این داستان ها نبود، قبلا خب میگشتن انقدر دیگه حساس نبودن. بعد خانوما حتما باید چادر داشته باشن و حتما باید جوراب داشته باشن، نداشته باشن برگرد. اصلا آقا چه کاریه آخه؟ یعنی خب امام رضا با دل آدم کار داره، با نمیدونم مانتو یا چادر آدم کار نداره که چه کاریه. نه من موافقم آدم با حجاب کامل بیاد، خب ولی خب چه سیغه یه مانتو نداشته باشه برگرد. حالا این حرفا رو ولش کن، یه بازار رضا رو پیدا کنیم. البته بازار امام رضا، یا من میگم بازار رضا. بچه‌ها وارد اصل بازار شدیم، اینجا بازار رضاه. نگاه تسبیح داره، بازم تسبیح، یه بار دیگه تسبیح. هر جا که تسبیح هست اینا اینجوری انگشترم هست.
و عطر ادکلون مرسی دمت گرم. اینا اینجا محصول ادکلونه. ببین اینجا یه مغازه است خب، این کاشیه. اگه اینوری بری گیر بهت میدم باید بیای عطر ادکلون اینجور چیزا. این پاستیل هم زیاد داره، اینا از اینجور پاستیل و اینجور چیزا. و اینا انگشتر بود، انگشتر تسبیح هم داشت. زرشک و زعفران زیاد داره، اینا زرشک. اینا اینجا دوباره تسبیح هست. کلا همینه، میبینید زرشک و زعفران و تسبیح و ببخشید خیلی معذرت میخوام. اینا دوباره تسبیح از اینا. ساعت هم هست زیاد. بعد دستبند هست که روش چیزی ننوشته، باید بدی برات بنویسن. و اینا دوباره سوهان و سوغاتیجات و اینا. کل بازار همینه. عینک فروشی بعضی جاها هست، لباس فروشی هست بیشتر، ولی اینجوری زرشک و اینا میفروشن با انگشتر و تسبیح و اینجور چیزا. شاید باورتون نشه چادر خیلی سخت پیدا میشه. خب بعد اینا ادویجات هم زیاد هست و عطر و ادکلون و ساعت و اینا هم هست. اینجا دیگه شلوغ شد، نمیتونم فیلم بگیرم. دمتون گرم تا اینجا اومدین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. فعلا بای.